مخفی کردن برنامه تو گوشی‌های شیائومی. سلام دوستان، این بار دوباره اومدیم با یک ویدیوی آموزشی جدید از گوشی‌های شیائومی که تو تمام گوشی‌های شیائومی میشه اینو انجام داد، یعنی مخفی کردن برنامه‌ها تو گوشی‌های شیائومی. پس کانال رو ساب داشته باشین تا از ویدیوهای بعدی جا نمونیم. بریم با هم آموزش رو ببینیم. بریم سراغ آموزش. برای پنهان کردن برنامه تو گوشی‌های شیائومی میتونیم از بخش امنیت. تو گوشی‌های شیائومی به صورت پیش‌فرض این برنامه وجود داره. این یه آگهی داره، رد شدن رو میزنیم. میایم پایین پنهان شدن برنامه. اگه برای شما وجود نداشت میایم اینجا رو میزنیم، همین قلمو اینجا رو بزنیم میاد بالا. پنهان کردن برنامه. بعد کد امنیتی که گوشیتون داره وارد میکنه. حالا مال ما اثر انگشته. حالا هر کدوم از این برنامه خواستیم قفل میکنیم. ببین تیکش رو روشن میکنیم، مثلا 360. بعد این تنظیمات میزنیم از این بالا اینجا. تنظیمات میزنیم، قفل برنامه رو روشن میکنیم. پنهان کردن و اعلان خاموش میکنیم که دیگه اگه اعلانی چیزی داشت نیاد بالا. اشاره بهمون میگه که چجوری دسترسی داشته باشیم به برنامه‌ای که پنهان کردیم. به این خودش نشون داد که انگشتا رو اگه اینجوری بکشیم باز میشه. برمیگردیم، دو تا انگشتی که بکشیم اینجوری کدی که تعریف کردیم بهش میدیم، قشنگ باز میشه برنامه پنهانی. اینجا بهش دسترسی داره. حالا برای اینکه خارج کنیم از حالت پنهانی برنامه رو دوباره برمیگردیم، میریم همون بخش امنیت. پنهان کردن برنامه رو میزنیم، کدمون رو وارد میکنیم، تیکش خاموش کنیم، دیگه از حالت پنهان بیرون میاد. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.